این که میگن آتش پرست بودن، آتش پرست نبودن. گفتن روتون رو بکنید به طرف این پدیده طبیعت. این قبله رو آتش کردن. شما کم که روتون میکنین به کعبه، شما سنگ پرستین یا مثلا پرده پرستین یا گل پرستین، روتون به قبله میکنین. اون خدا پرستین، منتها این روتون در این جهت میکنین. به یه دلیلی اینکه اینها رو در آتش میکردن، بی جهت فکر میکردن که ایرانی های باستان اینا آتش پرست بودن. آتش سه تا خاصیت داره، یکی روشنایی، یکی گرمی، یکی هم حرکت به سمت بالا رو نشون میده. آتش، شعله آتش سه تا درس به ما میده، یکی این که گرم باشید، یکی این که روشنایی بخش باشین و یکی هم این که حرکتتون رو، سمت حرکت رو نشون میده. و همجرد قبله کردن اون آتش رو. گفتن روتون رو بکنید به طرف این پدیده طبیعت و مگویی که آتش پرستان بودن، پرستنده پاک یزدان بودن.